عرض سلام و خسته نباشید. تو این جلسه میخوایم طراحی پارامتریک از کاتالوگ های شرکت کرمنتال رو با هم دیگه بریم بکشیم. نمونه که ما حالا انتخاب کردیم هولدر BTC می باشه. حالا بریم تو محیط کدیا ببینیم این پارامترها رو چجوری رو هم دیگه باید وابسته بکنیم و قدم به قدم با هم بریم جلو. وارد محیط پارتیزان میشیم، صفحه XZ یا هر صفحه دیگه رو انتخاب میکنیم و وارد اسکچ میشیم. روی 104 رو انتخاب میکنیم. پول 20 و شماره کمانمون باید 132 باشه. قطرش تاسه مردا کنیم میشه 66. اندازه رو 36 انتخاب کنیم. زاویه 30 درجه.
اسکچ خارج میشیم و به دستور شف کلیک میکنیم. اسکچمون رو انتخاب کرده. قسمت اکسس در راستای نقل ایگرگ میشه 360 درجه دوران میده. هولدر ما فعلا ساخته شد، اما هنوز ما براش پارامتر رو تعریف نکردیم و داخل این ابتدای کارم حالا یه قطر 6 سوراخ به قطر 6 ایجاد کنیم. ریدگذاری منطقه بذاریم قطر 6 از این محیط دوباره خارج میشه. با دستور پاک اسکچمون رو انتخاب کنیم و نوعش رو پارتولاس سوراخ برمون زده شد. صفحات ایسو کاریمون رو کلا باید میکنیم. حالا وارد محیط اسکچ میشیم و حالا میخوام این دفعه خیلی راحت تر پارامتر رو تعریف کنیم. یعنی اول ما اندازه رو گذاشتیم، حالا پارامتر رو تعریف نکردیم. وارد محیط فورمولا میشیم. اولین پارامتری که ما ازش باید استفاده کنیم استرینگ. روی نیو پارامتر آف تایپ کلیک میکنیم و تو اینجا قسمت نامش رو پارت نامبر قرار میدیم. و میبینیم که این کاتالوگ از دین 6535 استفاده کرد. این قسمت دین 6535 خط تیر سفت حالا بوده به تمام بشه. وارد میکنیم، روی اپلای کلیک. حالا تمام پارامترهایی که میخوایم وارد بکنیم و این اعدادی که روی شکل اندازه گذاری کردیم رو به صورت پارامتر براشون تعریف میکنیم. پارامتر جنس طول و نیو پارامتر رو حتما باید بزنیم. D1 قطر 20 D2 132 66 ضرب در 2 میشه دیگه 132 این اره و D3 قطر 6 این سوراخی که زدیم ابتدای کار و برقش حالا رو زاویه باشه. L1 20 L2 باش تعریف میکنیم 36 تا L3 39 تا L4 45 تا L5 50 تا L6 51 کنیم
52 8 100 میریم بالا ببینیم چیزی از خودمون نبرده باشیم و یه اوبجه اینجا هم داریم که میشه D4 زاویه حالا ما به اشتباه اینجا یه پارامتری از جنس طول ایجاد کردیم. اگه بخوایم حذفش کنیم روی دیلیت پارامتر پارامتر رو میزنیم با D4 رفتیم. حالا این دوتا زاویه همون دیگه 104 و 30 درجه با انگل یکم 104 زاویه 30 درجه میشه که دو تا زاویه 30 درجه داره. روی اوکی کلیک. حالا باید تمام این اندازه هایی که اول تعریف کردیم روش دوبار کلیک کنی و روش راست کلیک کنی و ادیت فرمولا. حالا پارامتری که اینجا براش تعریف کردیم 1.20 اوکی. دونه باید این کار را برای تمام این پارامتری که اینجا تعریف کردیم انجام دهیم. روی اندازه کلیک کنیم و قسمت بعدی رو راست کلیک ادیت فرمولا و پارامتری که تعریف کردیم انتخاب. پارامتر رو انتخاب کردیم و حالا یه پارامتر 132 اگه نام کنید به صورت قوس بذاریم. وقتی راست کلیک میکنیم ادیت فرمولا نداریم، مجبوریم روی ردیوس بذاریم و قطرمون رو تقسیم بر 2 کنیم. حالا که راست کلیک کنیم ادیت فرمولا ظاهر میشه. روی دیدو انتخاب کنیم و در این قسمت تصمیم بر 2 کنیم که حالا وقتی این زبانه رو باز میکنیم حالا چه رو کد بزنیم چه شما و عدد اومد درست باشه یعنی 132. از این باید خارج باشه و میبینید فرمولایی که براش
تعریف کردیم. تو قسمت ریلیشن میاره. روی قسمت دیزاین تیبل کلیک میکنید. قسمت دوم روی اوکی کلیک کنید. روی پارامتر از شاخه درختی کلیک کنید و تمام پارامترهایی که میخواید دونه دونه وارد ستون بعدی کنید. این تمام پارامترهایی که میخوایم تا تو محیط اکسل از طریق همه کاتالوگ وارد کنیم. روی اوکی کلیک میکنیم و روی سیو میزنیم. وارد محیط اکسل میشه. تو این پنجره باید ادیت تیبل رو بزنیم وارد محیط اکسل بشه و داده ها رو اینجا وارد. قطر دیگه کن در ثابته و دیدون ثابته. حالا قطرهای سوراخ 6 8 10 12 14 16 8 10 یه نکته که ما حالا فقط یادمون رفت، حالا بعد باید قطر سوراخ هم پارامتریک میکردیم. حالا وقتی که برگشتیم محیط کردی یا اونجا قطر 6 هم اونجا باید پارامتریک کنه. دیگه 4 اونجا ثابته 10 فاتوروک. تغییر بدیم مثلا به 110 زبده کلیک کنیم و سیو رو میزنیم. چند دقیقه بکس میکنیم. وقتی پنجره نالج ریپورت ظاهر شد یعنی تمام اطلاعات بارگذاری شده. فقط ما یه دفعه روی اوکی کلیک کنیم و من یادم رفته بود که اینجا این خود رو الان پارامتری کنه. روی دی کلیک کنم ادیت باشه. ادیت فرمولا روی پارامتر کلیک میکنیم. قطر 6 تقسیم بر 2 کنیم. اینجا به صورت پرچم بزنیم. اینجا برسیم از اسکش خارج بشه و یه دفعه دیگه وارد دیزاین تیبل میشه. دیزاین تیبل رو یه دفعه دوباره کلیک میکنیم و لفظه رو بزنیم که شاخه درختی هاید بشه. روی این مشاهده کنیم دونه دونه قرار بدیم. میبینیم که قطر این سوراخ تقریبا هم بودش.
اندازه حالا من متوجه شدم که اندازه صدمون رو اینجا هم یادم رفته بود پارامتری کنیم، یعنی تو لغتمون دقیق نمی‌کرد. وارد محیط اسکیچمون میشیم، روی اندازه رو کلیک کنیم، ادیت فرمولا و طول 110 میشه و از محیط خارج میشیم. روی دیزاین تبیل رو کلیک کنیم. حالا کارم رو سیو میکنیم. نکات دو این خارج میشه. وارد محیط کاربرد میشیم. با دستور اد پارت فامیلی فایلی که ایجاد کرده بودیم وارد کنیم. اینجا حتما اگر قطعه درست وارد بشه، یعنی اگر اشکال نداشته باشه تو فرآیند طراحی پارامتری، قسمت پریویو وقتی بیایم مشاهده می‌کنیم. تو این قسمت هم میاد کاتالوگمون رو سیو می‌کنیم. کاتالوگ دو سیو است. بزرگتر می‌کنیم. حالا وارد اگه محیط اسمبلی بشیم و بر روی کاتالوگ کلیک بکنیم، و کاتالوگمون رو فراخوانی کنیم. دونه میتونیم قطعاتی که حالا پارامتری کردیم به این قسمت تمام پارامتر با اندازه رو مشاهده روشون دوباره کلیک کنیم و وارد محیط اسمبلی میشم. تمام قطعاتی که وارد کردیم توی یه جا نشستیم. با دستور منیپولیشن دستور یاده ایکس دونه دونه این قطعات رو ممنون که ما رو تو این ویدیو همراهی کردید. برای آموزش‌های بیشتر حتما کانال ما رو دنبال کنید. با تشکر. خدا نگهدار.